سرخط خبر ده. اعلام آمادگی ترکیه برای میزبانی از نشست صلح برای افغانستان. طالبان هم برای حضور چراغ سبز نشان دادند. پول در بدل رای، فضای حاکم این روزها در مجلس نمایندگان. برای رسیدن به کرسی های هیئت اداری هزاران دلار تا و بالا می شود. کلگی خوب و بدم میشناسن، بازم برای فردای خود یک آمادگی به خاطر اخاذی پول میکنه. نگرانی نهادهای پشتیبان خبرنگاران زن از وضعیت کنونی. تهدیدهای امنیتی کار برای بانوان خبرنگار را دشوارتر کرده است. با خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام امان خوش آمدید. سلام بر شما. منبع‌های نزدیک به طالبان میگویند در نشستی که از سوی امریکا پیشنهاد شده و در ترکیه برگزار خواهد شد این گروه شرکت می کند. گفته می شود این نشست در 27 ماه مارچ برگزار می شود و هیئت از طالبان در آن حضور خواهد داشت. حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه هم اعلام کرده که انقره آماده مشارکت در تلاش‌های میانجیگری برای صلح در افغانستان و منطقه است. سخنگوی این حزب گفته است که افغانستان یک کشور خیلی مهم برای ترکیه است و انقره آماده مشارکت در هر نوع تلاش برای صلح افغانستان است. زلمه خلیلزاد هم هنوز در دوحه است و نتیجه گفتگوهای او با هیئت طالبان در روزهای آینده مشخص خواهد شد. بر بنیاد نامه‌ای که وزارت خارجه آمریکا برای جمهوری غنی و رئیس شورای عالی مصالحه ملی فرستاده است، در هفته‌های پیشرو ترکیه از نشست میزبانی خواهد کرد که در آن نمایندگان جمهوریت و طالبان برای رسیدن به یک توافق صلح رایزنی می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا در این نامه برای جمهوری غنی گفته است که واشنگتن پس از موافقت طرح ارائه شده از سوی دولت افغانستان و طالبان از ترکیه خواهد خواست نشست در سطح مقام‌های بلندپایه برگزار کند تا در آن دو طرف توافقنامه صلح را نهایی کنند. حالا خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از عمر سلیک سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه میگوید کشورش آماده مشارکت در تلاش‌های میانجیگری برای صلح در افغانستان و منطقه است. افغانستان یک کشور خیلی مهم برای ترکیه است و انقره آماده مشارکت در هر نوع تلاش برای صلح افغانستان و منطقه است. منبع‌های نزدیک به طالبان میگویند نشست ترکیه احتمالاً در 27 ماه مارچ برگزار خواهد شد و هیئت از طالبان در این نشست حضور می‌یابد. طالبان در این مورد اظهار نظر کردن و تاریخ دقیق آن را اعلان کردند که به تاریخ 27 مارچ، اما از طرف حکومت و جناح‌های داخلی کشور تا به اکنون تاریخ معین آن اعلان نگردیده است، اما سخن طالبان و سخن امارت اسلامی افغانستان در مورد دقیق است. دولت افغانستان تاکنون از اشتراک هیئت حکومت در این نشست چیزی نگفته، اما پیشتر گفته بود که در حال بررسی طرح صلح امریکاست. منبع‌های آمریکایی هم تاکنون برگزاری این نشست را در 27 مارچ تایید نکردند. بر بنیاد آنچه آمریکا پیشنهاد کرده است، سازمان ملل متحد این نشست را رهبری خواهد کرد. شاید یک رول بسیار مثبت داشته باشه به شرطی که دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان یک جواب مثبت برای پروسه صلح افغانستان بده. اما اگر عقاب‌های دولت به ضد پروسه صلح باشند و نخواهند که در افغانستان صلح بیاید، فشاید نتایج جلسه هم به طوری که ما انتظار داریم نخواهد باشد. از بخش‌های مهم طرح پیشنویس توافقنامه صلح است که اخیراً آمریکا نسخه‌های آن را با سران دولت افغانستان و نیز گروه طالبان در میان گذاشته است. در این پیشنویس آمده که پس از پایان حکومت انتقالی، زعیم آینده افغانستان بر بنیاد انتخابات برگزیده خواهد شد. اما برخی منبع‌های نزدیک به طالبان میگویند این گروه با حکومتی که زیر هر عنوان از سوی آمریکا ایجاد شود مخالف است و در آن شرکت نمی‌کند. نفس حکومت جدید و نور طالبان میپذیرند و نامه وزیر خارجه امریکا در همین مورد صراحت دارد، اما ای که شرکت میکنند در حکومت نو، در حکومت جدید تحت هر عنوانی که باشد، ما تا بکنون موقف طالبان است که در این حکومت شرکت نخواهند کرد. در این حال وزارت خارجه آمریکا میگوید زلمه خلیلزاد هنوز در دوحه است و نتیجه گفتگوهای او با هیئت طالبان در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
We're working closely with Afghan parties to encourage ما از progress. نزدیک با دو طرف کار میکنیم تا یک پشتیبانی قوی منطقه‌ای و جهانی را از صلح افغانستان بسیج کنیم. حضور خلیلزاد در منطقه نشانگر پشتیبانی امریکا از حل سیاسی منازعه افغانستان است. او با هیئت طالبان دیدار کرده است و نتیجه گفتگوها در روزهای آینده مشخص خواهد شد. In the region, there is a broad اسای هم قرار است تا 8 روز دیگر مسکو هم میزبان نشست درباره روند صلح افغانستان باشد. رهبران سیاسی کشور به شمول عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی، نماینده‌های کشورهای چین، آمریکا، پاکستان و ایران و نمایندگان طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. بانو سریا پیکان آگاه مسائل سیاسی از ترکیه برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. بانو پیکان سلام بر شما. شما در ترکیه هستین. در مورد همین نشستی که قرار است برگزار شود چی میشنوید؟ تشکر. سلام و درود خدمت مردم صلح‌های افغانستان. سلام بر شما. بسیار زیاد خوشحال هستم که در رابطه با موضوع اساسی که صلح در افغانستان است همراه ما به تماس شدیم. در ترکیه اخبار نشان داد که نامه وزیر خارجه امریکا انتونی بلینکن خواسته که یک نشست به ترکیه در رابطه با صلح افغانستان دایر شود و این در اخبار رسمی خود ترکیه به نشر رسید و قریب بعد از کنفرانس مسکو این موضوع در ترکیه روی دست گرفته خواهد شد. فکر میکنید چرا ترکیه؟ بله، در رابطه با اینکه چرا به ترکیه میخوایم کمی وضاحت بدم که ترکیه یک تاریخ و یک پیشینه بسیار دیرینه با مردم افغانستان داره از زمان شاه امان الله خان تا کنون که اولین بار خود آتاتورک بعد از اینکه به قدرت رسید آمد در سفارت افغانستان بیرق افغانستان به اعتزاز آورد. یک موضوع دومی که ترکیه عضو فعال پیمان ناتو هست و وقتی که وزیر خارجه امریکا در این رابطه صحبت میکنه به این معنا هست که بالای عضو خود اعتماد میکنه و میگه که کنفرانس را در اینجا اینا دایر بکنن. و موضوع دیگه خود ترکیه همیشه با مردم افغانستان همکاری اقتصادی و سیاسی داشته. ما چند قبل هم دیدیم که وقتی مناسبات بین پاکستان و افغانستان بسیار تیره شده بود از 2007 تا 2010 اینا 5 نشست 3 جانبه را دایر کرده بودند و همچنان کنفرانسی که در قلب آسیا صورت گرفت به خاطر از اینکه در افغانستان صلح بیاید و بتانند که تروریسم و همچنان کشت مواد مخدر در افغانستان از بین ببرند اینا کنفرانس های را دایر کردند. این بار هم نقش ترکیه در سطح دنیا بسیار زیاد به خاطر تحکیم صلح در منطقه مهم است و ترکیه علاقمند است که در افغانستان صلح بیاید و نقش اساسی دارد. تجربه برگزاری نشست‌ها در مورد صلح افغانستان را حداقل در گذشته داشته. ما جزئیات زیاد در مورد نشستی که قرار است برگزار شود نداریم. فکر میکنین این نشست برای چی است؟ موضوعش چی است؟ چی میخواین؟ این خوب به همگان واضح هست. موضوع واضح شده و در نامه‌ای که از طرف وزیر خارجه امریکا آمده برای عرب و سیاسیون افغانستان در اونجا تذکر رفته که از ترکیه تقاضا میشه تا چنین یک کنفرانس را دایر بکنه. البته به این خاطر منظور ما بود که جاگزین دوحه خواهد بود یا نه؟ مذاکرات دوحه را هنوز دیدیم که نتیجه نداد. 2 جانبه بود، صرف جانب طالبان بود و هیئت مذاکره کننده بود که به نتیجه نرسیدن. تا حال دستاورد وجود نداره ولی در اینجا در سطح کشورها هست، یک جانبه 2 جانبه نیست. اینجا میبینیم که هند و چین و پاکستان و ایران و افغانستان همه امریکا در اینجا داخل میباشن و همه روی برنامه صلح افغانستان بحث میکنن. و این خاطر بسیار مهم هم هست و حتی در اون نامه که تذکر رفته از ملل متحد تقاضا خواهد شد، ملل متحد هم چنین کنفرانس را حمایت خواهد کرد. و فکر میکنین با چه تفاوت‌هایی برگزار خواهد شد این نشست؟ خب این نشست معلوم است که جانبین منازعه را یک جا می‌سازه. اول خب باید ما سر از این فکر کنیم که اینجا ساختار یک حکومت مشارکتی مطرح هست، نه ائتلافی. در گذشته ما حکومت‌های ائتلافی داشتیم که هیچ نتیجه نداد
و نتیجهش بالاخره دوام جنگ بود و بدامنی بود، قانون شکنی ها بود و شما دیدین که بالاخره دوام جنگ تا با این حد رسید که دنیا را وادار به این ساخت که تصمیم بگیرن تا کنفرانس های را دایر بکنن که هم دنیا در اینجا منفعت خود ببینه و هم بتونن به مردم افغانستان صلح آفرین باشن. اما تفاوتش در این هست که یک حکومت مشارکتی خواهد بود، جانب طالب و جانب ارگ و اپوزیسیونی که در افغانستان همین لحظه هم در قدرت هستند و شریک قدرت هستند. چنانچه در گذشته آقای غنی گفته بود که ما حکومت سهامی نمیخواهیم، ولی ما میبینیم که او حکومت سهامی هست، دولت سهامی هست، وزارتخانه ها تقسیم است. این بار شرکت است دیگه، مشارکت میشد جانب طالبا و سیاسیونی که فعلا وجود داره. و باید نداریم که بانو پیکان که ترکیه یک موضع مشخص در مورد صلح افغانستان داشته باشه، مثلا هیچ گاهی نگفته که از امارات پشتیبانی میکنه یا از جمهوریت. همین بی‌طرفیه که به گفته بعضا ترکیه داره چقدر میتونه در این نشست کمک بکنه، چقدر میتونه روند صلح را کمک بکنه؟ قسمی که شما میدونید ترکیه یک کشور قوی، یک کشور اسلامی هست و این بسیار وجوه مشترک با از لحاظ فرهنگی ما داریم با اینا و مردم ما با اینا بسیار روابط خوب داشته در گذشته ها و حال هم یا شریک استراتژیک دولت افغانستان هست و بوده در گذشته ها. فلهذا اینا در کل برای آرامی مردم افغانستان و تحقق صلح در افغانستان فکر میکنن، میاندیشن که ملت افغانستان از این بدبختی که در افغانستان وجود داره نجات پیدا بکنه. و این خاطر نقش ترکیه بسیار مهم و اساسی است در آوردن صلح و این بار ترکیه در جهان ارگاه این کنفرانس نتیجه به توسل در افغانستان به وجود بیاید، ترکیه میتونه که در جهان یعنی یک قدرت قوی به خاطر صلح محاسبه شود. انتظار چه نتیجه از این نشست میره؟ خب انتظار همی است. اول خب این نشست البته یک نشست مقدماتی خواهد بود که روی برنامه و راهکار و راهنمودی که باید چگونه یک قدرت مشارکتی در افغانستان آماده شود سر از این بحث خواهد کرد جانبین و مخصوصا کشورهای مختلف دنیا که در اونجا اشتراک خواهد کردن. اینا مثل هندوستان، چین، افغانستان و پاکستان و ایران، اینا کشورهایی هستند که در مسائل افغانستان زیدخل هستند و اینا ناگزیر هستند به خاطر منفعت خود تلاش بکنن تا اینکه خود نجات بدن. مثلا مسکو میخواهد که سرحداتش مستحکم باشه و دیگه تروریسم و همچنان اعمالی که در افغانستان در اونجا وحشت و جنگ دوام داده اینا دیگه رخنه نکنن به طرف آسیای میانه. این یک مسئله است. مسئله دومی است که امریکا میخواهد همین لحظه قوای خود آماده باش است که برآید و میخواهد که برای نظام افغانستان و به نیروهای نظامی کمک بکنه. این افغانستان به خودشان تسلیم میکنه. اینا اگر یک راهکار درست میشه و در اینجا یک حکومت مشارکتی به وجود میاد، امیدوار هستیم که یک حکومت مشارکتی بتونه خودش به توانایی خود صلح در افغانستان تحقق ببخشه. بانو ثریا پیکان، آگاه مسائل سیاسی از ترکیه، سپاسمندتان. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در دیدار با هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در قطر از سطح کنونی خشونت در کشور ابراز نگرانی کرده است. دیبورا لالاینز از تمام طرف‌ها خواسته که از فرصت کنونی برای صلح استفاده کنند. در این حال فعال شدن سازمان ملل در روند صلح افغانستان خوشبینی‌ها و نگرانی‌هایی را برانگیخته است. شمار از آگاهان سیاسی میگویند که سازمان ملل تجربه خوب در میانجیگری صلح در افغانستان ندارد. همزمان با اوج گرفتن تلاش‌های صلح، پای سازمان ملل هم در این روند باز شده است. نهاد جهانی که پیشینه طولانی اما به باور برخی‌ها ناکام در روند صلح افغانستان دارد. پای سازمان ملل در موضوع جنگ و صلح افغانستان درست پس از تهاجم اتحاد جمهوری‌های شوروی پیشین به افغانستان باز شد. سازمان ملل حمله شوروی در سال 1979 به افغانستان را محکوم و خواهان پایان اشغال نظامی کشور شد. پس از 7 سال تلاش، توافقنامه ژنو زیر نظارت سازمان ملل میان افغانستان و پاکستان امضا شد. توافقنامه‌ای که سبب خروج ارتش سرخ از افغانستان شد. بیشتر از 4 دهه نشان میده که این ماموریت ناکام بوده. ناکامیش در خروج قوای اتحاد شوروی بوده
در تغییر حکومت بعد از دکتر نجیب الله بوده، در جلوگیری از جنگ‌های داخلی در افغانستان بوده، در دوران طالبان نتوانسته موفق باشد و فعلا هم اگر ملل متحد در قضیه داخل شد با در نظر داشت تجارب گذشتهش، باورم ای است که این روند هم طولانی خواهد بود و هم احتمال ناکامیش وجود دارد. دلیلش است که قدرت‌های بزرگ هیچگاه با ملل متحد قضایای صادقانه همکاری نکرده. پس از خروج نیروهای شوروی در سال 1991 سازمان ملل طرح 5 ماده صلح برای جنگ افغانستان را مطرح کرد. اما با فروپاشی حکومت دکتر نجیب طرح سازمان ملل که به بنیانسوان شهرت داشت شکست خورد و کابل در کام جنگ‌های داخلی فرو رفت. تجربه فعالیت‌های سازمان ملل در گذشته زیاد تجربه موفق نبوده، اما حتما توجه داریم که تاریخ هیچگاه تکرار نمیشه. شرایط متفاوت، تأثیرات متفاوت رو در نتایج فعالیت‌های سازمان ملل میتونه داشته باشه. اما سازمان ملل در نزدیک به 20 سال گذشته نقش فعال در افغانستان بازی کرده است. بسیاری ها بر این باورند که برای پایان مسئولانه جنگ در افغانستان میانجیگری سازمان ملل یک ضرورت است. بدون شک چاره جز این نیست که ابتکار صلح و این به اصطلاح جریان به دست یک سازمان باشه که او سازمان بی‌طرف و مشروع باشه مثل سازمان ملل متحد. و واقعا ما هیچ گزینه فعلا برغم در واقع ممکنه چالش ها و مشکلات هم که سازمان ملل متحد داشته باشه، ما هیچ گزینه واقعا فعلا خوبتر و بهتر از سازمان ملل متحد هم عملا نداریم. امریکا در طرح پیشنهادی توافقنامه صلح برای سران افغانستان و گروه طالبان از سازمان ملل خواسته است که در روند صلح نقش بیشتر بازی کند. نشستی که قرار است در ترکیه میان رهبران دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شود، شاید هم از سوی این سازمان رهبری شود. از سوی هم دیبورا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، این روزها سرگرم دیدار و گفتگو با هیئت‌های گفتگو کننده دولت افغانستان و طالبان است. معاون یونما در کابل هم با شمار از چهره‌های سیاسی از جمله صلاح الدین ربانی و سرور دانش دیدار کرده است. حالا که پای سازمان ملل در روند صلح افغانستان باز شده، امیدواری ها این است که این تلاش ها به سرنوشت طرح بنیانسوان دچار نشود. آقای سید جلال کریم، سفیر پیشین افغانستان در عربستان سعودی، برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. آقای کریم سلام بر شما. آیا سازمان ملل در افغانستان نقش فعال و کارا داشته یا غیر فعال و ناکارا؟ سلام به شما و سلام به بینندگان تلویزیون یک و تشکر از دعوت شما. رول ملل متحد همیشه یک رول مثبت میتونه بازی کنه در هر جامعه در مشکلات بین المللی و شاید در افغانستان تا به حال رول ملل متحد به اندازه‌ای که مطلوب بوده فعال نبوده، اما فکر کنیم که با رسیدن ایالات متحده آمریکا و دول منطقه به یک اجماع بین‌المللی در موضوع افغانستان، رول ملل متحد با دعوت ایالات متحده آمریکا فکر کنم که رول قوی‌تر شده بتونه و یک رول مثبت خواهد بود و نتیجه بسیار خوب خواهد داد. خب اگر از گذشته آغاز بکنیم، بن 2001 با سازمان ملل وظایفش مشخص ساخته بود و برش پیش بینی کرده بود و لیستش نظم است، نام ببرم وقت میگیره. شما میدونین که وظایفش کدام هستند. چقدر موفق بوده در اجرای وظایفش؟ در وقتی که در پروسه بن بود، ما شما به یاد داشته باشیم در بسیار مشکلات و زیاد وجود داشته و جامعه بین‌المللی هم به یک فاجعه مواجه بودن و ضرورت داشتن که یک حکومت بسیار یعنی عاجل و بسیار به یک اتفاق که بین اطراف برسه، با وجود اینکه یک حکومت کامل همه شمول که همه افغان‌ها در بوده باشد نبوده، اما در اون مقطع زمان یک حل بود و امو حکومت یک اساس برای افغانستان جور کرد و ما شما همیشه در 20 سال گذشته از دستاوردهای امو حکومت صحبت میکنیم. پس جامعه بین‌المللی بله کم آوردهای داشته، اما یک پروسه همیشه یک پروسه مفید می باشه برای حل مشکلات های بین‌المللی. بدون شک نقدای هم وجود دارد در پیوند، ولی ماموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان در سال 2002 ایجاد شد و دو وظیفه مشخص داشته. میخوایم که موردی صحبت بکنیم. یکی گذاشتن پایه‌های صلح و بحث توسعه پایدار. در همین دو بخش چه کارهایی کرده سازمان ملل؟ سازمان ملل متحد طبعا
رول مهم داره و نمیگیم که موفقیت هایی در آوردن صلح در افغانستان کرده تا بالا نتایجش یعنی ما دیدن نمیتونیم به دلیل اینکه طرف های درگیر در مشکلات افغانستان ملل متحد در پروسه صلح داخل نکرده بودند و حالا که ما و شما پروسه صلح در قطر که شروع شده و میبینیم و با داخل شدن ایالات متحده آمریکا با کل قوت خود و میخواهند که مسئله خروج قوای خارجی از افغانستان خلاص شود و میخواهند که در افغانستان یک صلح پایدار بیاید، ما رول ملل متحد بسیار رول مثبت میبینیم. نظر به اینکه شاید یک تعداد از اشخاص، یک تعداد از عقاب‌ها در هر دو طرف موافقه نکنند که این پروسه صلح به ترتیبی که پلان شده تطبیق شود، پس وجود ملل متحد برای داشتن اجماع بین المللی و تطبیق قوانین جامعه بین المللی بسیار ضرور است که بالای همه اطراف این پروسه صلح که اتفاق میشه تطبیق شود. ولی آقای کریم، یک نقد کلان که وجود داره ای است که خب مردم میگن انتظار داشتیم از سازمان ملل بر کشورهای عامی گروه حراس افغان فشار وارد بکنند تا عملاتشان را در افغانستان انجام ندهند، به خصوص البته اشاره میکنند به طالبان. فکر میکنین چرا سازمان ملل هیچگاه بالای هیچ کشور حامی گروه حراس افغان فشار وارد نکرد به عنوان بزرگترین نهاد بین المللی؟ ما شما مسئله مشکلات داخلی افغانستان یک مشکلات داخلی هست و یک مشکلات است که ما نمیتونیم میره فقط به یک توجه امنیتی فقط توجه بدیم. مشکلات افغانستان مشکلات فرا امنیتی است و حلش حل داخلی باید باشه و با توافق جامعه بین المللی و الحمدلله که با کوشش هایی که ولایات متحده آمریکا و سفیر دکتر صاحب خلیلزاد کردن، ما شما فعلا یک اجماع منطقوی را هم داریم و یک اجماع بین المللی را داریم. ما امیدوار هستیم که در داخل افغانستان همچنان یک اجماع داخلی هم برای آوردن صلح باشد، به دلیل اینکه صلح یگانه راه حل مسئله افغانستان است و بغیر صلح ما شما قطعا نمیتونیم که در افغانستان امنیت بیاریم و با مبارزه با گروه های تروریستی مثل داعش و القاعده و دیگر گروه ها داشته باشیم. شما بیشتر اشاره دارین به نکات مثبت که سازمان ملل انجام داده، ولی فکر میکنین دو کاری که سازمان ملل در بخش مبارزه با حراس افغانی و صلح افغانستان میتونست انجام بده ولی انجام نداد کدام هستند؟ ما به طور که جامعه ملل متحد در مسئله افغانستان مثل که ما گفتیم که یک اجماع بین المللی و اجماع منطقوی وجود نداشته، پس از خاطر رول نتونسته که ملل متحد رول بازی کنه به دلیل اینکه وجود قواهای خارجی در افغانستان هم خودش یک معضله بوده. حالا که ایالات متحده آمریکا با طالبان در یک اتفاق نامه امضا کردن و قواهای خارجی از افغانستان خارج میشه، این دروازه را باز کرده برای داخل شدن ملل متحد با قوت خود و با امکانات خود تا این مشکلات حل کنه. ولی در بخش ایجاد اجماع که شما اشاره کردین، یک شمار میگن که در رابطه افغانستان با ایران، در رابطه افغانستان با پاکستان، سازمان ملل به خاطر بهبود روابطشان چه کار کرده؟ روابط افغانستان با پاکستان، روابط افغانستان با ایران یه روابط داخلی است که بین مملکت‌ها می باشه و این مسئولیت وزارت خارجه افغانستان است که مشکلاتایی که بین مملکت‌ها حل کنه. اونم موضوع به سازمان ملل به خاطر چه است؟ سازمان ملل به مشکلات هایی که در بین مملکت‌ها به اساس اتفاقاتی که در بین مملکت‌ها نمی باشه میتونه مداخله کنه به اساس طلب از مملکت‌ها. یکی از وظایفشان بهبود روابط کشورهاست. به اساس طلب خود کشورها. خب یک بار دیگر میخوایم در همین موضوع بپردازیم. بارها حکومت افغانستان انتقاد کرد و شکایت فرستاد به سازمان ملل که پاکستان عملات موشکی انجام میده به بخش‌های مختلف افغانستان. سازمان ملل چه کار کرد؟ افغانستان، دولت افغانستان از همه چیز شکایت میکنه و ما طبعا قطعا قبول نداریم که هیچ طرف بالای افغانستان حمله شود، اما وظیفه دیپلماسی افغانستان است، وظیفه وزارت خارجه افغانستان و دولت افغانستان است که از جامعه جهانی به طور مناسب برای مصلحت مملکت خود استفاده کنه. وقتی که دولت افغانستان نمیتونه که جامعه جهانی را قناعت بده، این ضعف مدیریت میباشه و ضعف مشکلات داخلی. حکومت افغانستان از سازمان ملل به عنوان یک نهاد کلان بین المللی میخواهد که از پاکستان درخواست بکنه تا عملات موشکی به افغانستان انجام نده. چرا کار نمیکنه و شما چرا توجیه میکنین که وظیفه سازمان ملل نیست؟
من نگفتم موضوع سازمان ملل نیست. در سازمان ملل در هر جایی که باشه ضرورت است که لابی شود، ضرورت است مملکت‌های دیده صحبت شود و این وظیفه دستگاه‌های دیپلماسی افغانستان در سازمان ملل و در وزارت خارجه افغانستان است که جامعه جهانی و کسایی که در ملل متحد، مملکت‌هایی که در ملل متحد نماینده‌های خود دارند، اونا را قناعت بدن. در صورتی که دولت افغانستان نتونه اونا را قناعت بده، این مشکلات دولت افغانستان است که دیپلماسی سری کار گرفتن نتونستن و موفقیت دیپلماسی ما را نشان نمیده. یعنی سازمان ملل خودش نمیبینه که عملات موشکی بالای افغانستان صورت میگیره و نیاز است تا حکومت افغانستان سازمان ملل را قناعت بده؟ طبعا در روابط بین‌المللی چیزا اساسش مهم است. هر در یک مشکلاتی که میآید باید یک مملکت، یک دولت یک سند پیش کنه و اثباتات پیش کنه و قناعت بده جامعه جهانی را که بر اساس از او ملل متحد تصمیم خود بگیره و این مسئولیت دولت افغانستان است و دستگاه دیپلماسی افغانستان است که جامعه جهانی را نه تنها ملل متحد قناعت بده، باقی جامعه جهانی را باید ما شما قناعت داده میتونستیم بگیم. در بحث صلح افغانستان در روند فعلی سال فکر میکنین که نقش سازمان ملل نظارتی بوده، مشورتی بوده یا اجرایی؟ تا به حال مشورتی بوده و ما امیدوار هستیم که از مرحله مشورتی به مرحله اجرایی تحویل شود. چه کار باید بکنه؟ طبعا اولا موافقه ایالات متحده آمریکا و دول منطقه و روسیه، چین، هند و اروپا و دول منطقه بسیار مهم بود که امیر خطرایی که آقای خلیلزاد و حکومت آمریکا تهیه کردن این فعلا اجماع منطقوی و اجماع بین‌المللی را حاصل کرده. حالا میتونه که ملل متحد به این اساس که به این پروسه‌ای که پیش رفتن از اینجا مسئله را بگیره و یک اجماع طبق قوانین ملل متحد و قانون بین‌المللی یک اجماع جهانی را بیارن و به اساسش فرمانهای ملل متحد صادر کنند تا که امی اتفاق صلح که بین افغان‌ها ان شاء الله میرسه تطبیق شود. و همین به عنوان آخرین پرسش آقای کریم، در پی افزایش خشونت‌ها بدون شک سازمان ملل نقش دارد در روند صلح افغانستان و مردم افغانستان هم روزه قربانی میپردازند به دلیل افزایش خشونت‌ها. فکر میکنین که چه کار سازمان ملل در این پیوند میتونست بکنه که نکرده؟ فکر کنم که ما باید سازمان ملل متحد فعلا از آل به بعد باید ببینیم که چی قدم میتونه در افغانستان. ما پیشتر هم ذکر کردیم که در افغانستان قواهای خارجی وجود داشته، قوای ناتو وجود داشت، قوای آمریکا وجود داشت و این وقتی که در هر جایی که یک قوای خارجی وجود داشته میباشد دست ملل متحد بند میباشد. پس از این خاطر فعلا با وجود اتفاقی که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا وجود داره و دعوت ایالات متحده آمریکا ملل متحد که داخل شود در پروسه صلح افغانستان، اینال از این ما شما میتونیم که با ملل متحد همکاری کامل کنیم و اونا یعنی بطلبیم که در پروسه صلح افغانستان با داخل افغانستان و با خارج مملکت‌های زی داخل افغانستان همیشه یک راه حل را بیارن که همه مردم افغانستان او را قبول کنند. یک چیز بسیار مهم است و ما شما بفهمیم که یگانه راه حل است حکومت انتقالی همه شمول، یگانه راه حل برای مشکلات سیاسی افغانستان می باشد. آقای سید جلال کریم، سفیر پیشین افغانستان در عربستان سعودی، سپاسمندتان. تا لحظات دیگر. آغوش باز زمین افغانستان برای 27 میلیون نهال. 20 هود روز ملی نهالشانی نامگذاری شد. در پی همگانی شدن نامه امریکا برای رئیس جمهور غنی، فضای دیدارهای سیاسی به ویژه در پایتخت پررنگتر شده است. رئیس جمهور غنی با مارشال دوستم دیدار کرد. عبدالله هم با عطا محمد نور و یونس قانونی دیدار داشته است. نامه در ظاهر 4 چهره سیاسی را همکارای روند صلح معرفی کرده است. در ادامه این وضعیت مردم میگویند که سیاستگران سرگرم عوام‌فریبی هستند و مردم فراموش شده و تحلیلگران هم هشدار میدهند که صلح استبدادی به بیراه خواهد رفت. فعالان صلح و جریان‌های سیاسی هم جای نماینده‌های واقعی مردم را در شورای عالی دولت و تلاش‌های صلح خالی می‌بینند. دیدارهای رقیبان سیاسی این روزها بیشتر شده است. شاید فصل تازه برای یارگیری‌های سیاسی رقم خورده است. رئیس جمهور غنی با مارشال دوستم دیدار می‌کند و آن سو هم عبدالله با عطا محمد نور و یونس قانونی. در ظاهر گفته می شود این دیدارها برای پیشبرد بهتر روند صلح افغانستان، تقویت اجماع جهانی و برنامه‌ریزی نشست ترکیه در مورد روند صلح انجام می شود. هغه ناسته چې ټاکل شوې ده په ترکیه کې تر وشي په دې اړه د افغانستان مشران بحثونه کوي
د ملي مصالحې د رهبرۍ کمیټې په راتلونکي ناسته کې به په دې اړه مکمل بحث وشي او له هغې وروسته به د بحث نتیجه له افغانستان خلکو سره شریک شي. اما مردم در شهر این تلاش ها را عوام‌فریبی بیش نمی‌دانند و از آنچه که در نامه وزیر خارجه آمریکا محمد اشرف غنی، عبدالله، عبدالرب رسول سیاف و حامد کرزی همکارای صلح افغانستان نمایان شدند نگرانی دارند. تا کی تو میکنه ملت بیچاره افغانستان، تا کی گپ میتن، تا کی بازی میتن، کتی فریبکاری های خود کتله خاصه که سیاسیون هستن بعضی اگه فکر کنی وامیال در شرایط صلح زندگی میکنن به خاطر از درد ملت خبر نیستن وقتی که وام میره راه بند میشه برایشان کامل انفجار انتحار و روبرو نمیشن. نامه وزارت خارجه آمریکا که در آن به لحن تند از رئیس جمهور غنی خواسته شده تا با زلمه خلیلزاد که ظاهرا در حکومت انتقالی دارد همکاری کند به یک مورد واکنش برانگیز در شبکه‌های اجتماعی مبدل شده است. ملک ستیس از آگاهان حوزه روابط بین الملل گفته که این نامه با لحن نامناسب فرستاده شده. جمال الدین موسوی یکی از خبرنگاران این نامه را آمرانه گفته. شاه حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهور غنی هم موجودیت نامهای عبدالله، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف را پرسش برانگیز گفته و عارف رحمانی از عضوهای مجلس نمایندگان هم این نامه را یک تهدیدنامه شباهت داده است. برخی تحلیلگران هم هشدار می‌دهند برخوردهای اینچنینی روند صلح افغانستان را در چارچوب برخوردهای استبدادی به بیراهه می‌کشاند. استبداد در مذاکرات صلح و محدود کردن مذاکرات صلح به یک اقلیت شناخته شده و حاضر در سیاست افغانستان به نظر ما را به راه درست نمیبره. در این میان هر از گاه خبرهای از تشکیل شورای عالی دولت و برگزاری نشست‌های آن به دور از چشم مردم در ارگ ریاست جمهوری از زبان منبع‌های با اعتبار دست به دست می شود، اما اندکترین جزئیاتی از آن بیرون نمی شود. ظاهراً برنامه تازه بایدن با توجه به طرح حکومت مشارکتی و نامه وزارت خارجه آمریکا تلاش‌ها را برای برگزاری نشست شورای عالی دولت قوت بخشیده است، اما در ادامه این تلاش‌ها از جای خالی نمایندگان بخش کلان مردم انتقاد می شود. من فکر می‌کنم که شورای عالی دولت برای نام یک چیزی است، فقط خاک زدن به چشم ملت افغانستان و اونمو چهره هایی است که دمی 20 سال سر شانه ملت افغانستان سوار هستند و هیچ تغییر هم نمی کنن. 14 جنگ هم سیاسیون انجام دادن، کسایی که حزبی هستن، احزاب هستن و 14 جنگ هم اینا بودن، در صلح هم اینا هستن، نماینده صلح هم اولادای ازیا است، نماینده جنگ هم اولادای ازیا است. وقتی که گپ از بحث از حکومت داری میشه، بازم خانوادگی مطرح میشه، اینا فامیلای خود دختر بچه خود روی صحنه میارن. تحلیلگران حوزه صلح 3 تا 4 ماه آینده را برای افغانستان ماهای سرنوشت ساز پیش بینی می کنند. دیده شود که در این مدت روند صلح افغانستان به کدام سمت کشانده خواهد شد. روی کار آمدن حکومت عبوری با چهره تازه یا دوام حکومت موجود با تقسیم قدرت. آقای بریالی نصرتی رهبر حرکت خط سوم از فرانسه برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. آقای نصرتی سلام بر شما. فکر میکنین که افزایش دید و بازدیدهای سیاسیون و رهبران سیاسی در افغانستان حداقل در این روزها از برای چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما و تمام بینندگان محترم و در دیده افغانستان. این دید و بازدیدها در کل اگر به شهادت تاریخ رجوع کنیم، زمانی که منافع شخصی و کتلویشان تهدید شود، اینا در مقطع اساس میتونن دور هم جمع شوند و روی خط منظم برای حفظ منافع شخصی خودشان و کتلویشان دست به دست هم بدن. نه به خاطر نجات افغانستان، چون در وجود از این حرکت ملی خط سوم و مردم افغانستان اعتماد ندارد. در طول 20 سال فرصت‌ها و شرایط ناب از مردم افغانستان گرفتن، با تمام امکانات بین المللی که در دسترس از اینا بود، اینا نتانستن کشور را ببرن به طرف رفاه و آسایش امنیت. و امروز اینی وضعیت است که ما در اینجا رسیدیم و امروز که اینا دور هم میاین، زیادتر بحث از است که چطور کی بره در جلسه انقره، کی بره در مسکو، تقسیمات است. و دیگه ای که پیش از طوفان، آمدن طوفان، اینا میخواین که دور هم جمع باشن
تا در برابر از این مقاومت کرده بتانه. فکر میکنم کدام خاص موضوعی نیست که بگوید. آقای نصرتی چقدر ربط داره به بحث ایجاد حکومت موقت؟ زمانی که امریکا میآید یک طرح را پیشنهاد میکنه و از ایجاد حکومت مشارکتی حرف میزنه و در کنارش حکومت هم به شدت مخالفت میکنه. فکر میکنین چقدر ربط داره به این موضوع که دیدگاه سیاسیون را حکومت تغییر بده برخلاف طرح امریکا؟ جانم، یک واقعیت است که حکومت تلاش خود میکنه. ما نمیفهمیم که کدام زاویه پنهانی است که اینا را برای تداوم حکومتشان امیدوار ساخته، ولی ای را میفهمیم که دو حالت است در افغانستان. با ادامه حکومت دکتر غنی و اینمی مردمی که در 20 سال بودن، میریم به طرف 1990 یا 1371 که دروازه پاکستان در روی افغانستان باز خواهد شد. باز اونمو حالت وضع بد خواهد آمد و امریکایی وقت میبره. ایره مطمئن باشیم. آخری کارتی که بازی میکنه ایره 4 ماه پیش هم ما گفتیم در تلویزیون های مختلف. ولی فعلا تلاش داره امریکا که بتانه حکومت مشارکتی را ایجاد کنه یا انتقالی را ایجاد کنه، بعد از او پای خدا بکشه از افغانستان یا با همکاری با دولت آینده افغانستان ادامه بده. ولی میخواین در اصل که تا انتخابات ریاست جمهوری پس حکومت انتقالی بانه. مگر اینا که بر تداوم حکومت خود فشار میاتن، مطمئن باشین که کشور و مردم افغانستان در بدترین شرایط روبرو خواهد شد. برای از اینکه پای کشیدن امریکا و نیروهای ناتو از اینجا و بعد از اون باز شدن دروازه های پاکستان و بالاخره جنگ های داخلی در داخل افغانستان. اینا باید بدانند که با موجودیت از اینا که هر روز مردم تهدید میکنه، سال 1370-71 با موجودیت از اینا آمده نیست. اگر اینا بره به طرف یک حکومت مشارکتی. سوالات مشخص روی پیامدهاش دارم، ولی یک شمار از این سیاسیون در گذشته گفته بودن چیزهایی که حکومت مشارکتی یا انتقالی میتونه راهگشا باشه و راه حل باشه. ولی آقای نبیل چند پیش مدعی شده بود که در جلسه ارگ ریاست جمهوری که چند نفر از رهبران سیاسی در آن حضور داشتن، اشرف غنی به آنها پیشنهاد داده بود تا در تماس تلفنی او با آقای بایدن حضور داشته باشند، اما حرف نزنند، فقط حرفهای رئیس جمهور را تایید کنند. فکر میکنین چقدر میتونه دیدگاه همین سیاسیون را تغییر بده این نشست ها؟ خب اینا خب سیاستمداران نیست، تاجرای خون مردم هستند. در کل بر منافع شخصیشان هر جایی که اینا منافعشان باشه همونجا کف میزنن. شما شاهد بودین که تا 3 ماه پیش آقای عبدالله پشتیبانی از حکومت موقت میکرد، آقای قانونی پشتیبانی از حکومت موقت میکرد. دوستان تا 1 هفته پیش هم گفت راهگشا حکومت موقت یا انتقالی است. آقای محقق غنی را اعلان رسمی کرد که هر کس با یک جای باشه و خائن ملی است. ولی امروز کل از اینا یک جای از قسمی که من در کل گفتم، هر جای هر وقت هر زمان به شهادت تاریخ که رجوع کنین، منافع شخصی از اینا تضمین کننده حیاتشان از نظر از اینا. حالا همین اجماع از اینا آقای نصرتی، اجماعشان که به گفته شما شکل گرفته، چقدر روی طرح امریکا میتونه تاثیرگذار باشه؟ خب خامخا تاثیرگذاریش همی خواد بود که کشور را ببرن به طرف سال 1371. تاثیرگذاریش همی خواد بود که امریکا پای خود پس بکشن و کمک‌های خود بند کنه و دروازه پاکستان و تمام لشکر طیبه و مچم جنگی و چی در داخل افغانستان داخل شود و ننگ و ناموس ما مردم بچور بفته و تمام وطن تخریب شود. شما 3 اپشن در پیش رویتان داره. تداوم حکومت غنی یعنی تداوم جنگ و هم به شکل فاحشش. آوردن حکومت موقت انتقالی یعنی عنوان که میمانه. انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت که 2 ماه 2.5 ماه پیش اولین طرح حرکت ملی خط سیام داد که هم حال آماده نیست. بنابراین ما یک آپشن داریم به طرف صلح رفتن که باید 4 نفر پاس شود و من متاسف هستم. نه متاسف چرا باشم؟ چون این نفرایی که بر ضد غنی و حکومتش گپ میزدن، اینا در گذشته هم چیزا را داشتن. وقتی منافع و پول و رشوت سیاسی عبارت از چوکی برای دختر فلانی و برای بچه فلانی و
قراردادهای کلان و امیدوارهای کلان بر از اینا داده شده. اینا هیچ وقت متوجه مردم افغانستان نبودن. ولی اینا دیدگاهشان برابر به خانوادهشان است. آقای نصرتی، من یک وقت شنیده بودم. بله، شما اشاره کردین که اگر این 3-4 نفر پس شوند افغانستان میتونه به صلح برسه و در کنارش امریکا هم چنین تصمیم را گرفته. فکر میکنین که اگر اینا اجماع هم بین خود داشته باشن، پافشاری داشته باشن که نه چنین نباید شود، با امریکا مهم باشه که اینا حداقل در نظر امریکا است یا نه برش مهم نیست و کار خود را میکنه؟ نیست. امریکا بر قدرت دنیاست، بر قدرت های دنیا که از او فعلا مقابله کرده نمیتونه. ما مردم بسیار مظلوم هستیم چون عقلانیت سیاسی وجود نداره، درک درست از اوضاع کنونی، میگه تشخیص مشخص از وضعیت مشخص جامعه، این چیز وجود نداره. اینا تصامیم خیالی میگیرن. همین خیال پلوا بود که در این روز رسیدن و دیگه همین فشار میتن که کجا برن، کجا خود ببرن. و مردم افغانستان، ما نگران مردم با وطن هستیم. او برادر، توافق در چارچوب کلی توافقنامه آمده بر مبنای این سند تمام قوانین جاری افغانستان با شمول قانون اساسی موجود با تعهدات بین المللی پابرجا خواهد بود تا ایجاد و تصویب قانون اساسی بعدی. یعنی کل چیز است. و هنوز تیم آقای بایدن هم تیم سیاستگذاری خارجیش در مورد افغانستان در جنبندی نهایی نرسیده عزیزه. ولی اونا در بین دو واقعیت متضاد قرار دارند. یک عبارت از توافقنامه دو هست که باید در سال جاری در ماه می 2021 خروجشان باید باشه. دوم نگران هستند برای از بین رفتن ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان که خلا هم در آینده توسط چین خواهد پر شد. این مسائل بسیار حاد است. ولی 4 نفر کی چی میکنه شما مطمئن باشین. یک چند روز بعد ببینید شما اینا کلشان تیت و پرک میشه. ولی آقای نصرتی فکر نمیکنین تمام این موارد را که شما یاد کردین در نامه آقای بلینکن برای جمهوری غنی منتفی میشه؟ چون در اون نامه مشخصا از آقای عبدالله، آقای سیاف و کرزی نام برده شده و از آقای غنی خواسته شده تا با این 3 نفر کار بکنه. بله. فکر نمیکنین که همین گفته‌ای که شما یاد کردین منتفی شود با ذکر نام 3 رهبر؟ این بسیار واضح است. بله چون اینا را تاکید کرده، یعنی آقای غنی را گفته که اگر شما کدام کار کرده نمیتونین ما سر از اینا تا صلح هم میبرین. شما یک آدم یا 2 آدم یا 3 آدم هستین در اونجا و بالاخره بخواین نخواین این کار شدنی است به تایید الهی. و امید از این داریم که این بره به طرف یک صلح دوامدار که در داخل افغانستان خشونت ختم شود و دیگر راهی نداره. یا تداوم جنگ است یا رفتن به طرف حکومت موقت که هم توسط تضمین ملل متحد و جامعه جهانی باید باشه. بسیار تشکر از شما آقای بریالای نصرتی، رهبر حرکت خط سوم از فرانسه. شمار از عضوای مجلس نمایندگان میگن که تیم‌های برای کامپاین به نامزدان هیئت اداری در داخل مجلس شکل گرفته و در بدل هر رأی از 2 تا 5,000 دلار پول پرداخت میکنند. همزمان نهادهای مبارزه با فساد با انتقاد از خرید و فروش رأی از سوی قانونگذاران وجود فساد در مجلس نمایندگان را شرم‌آور میدانند. یک هفته است که محور بحث عضوهای مجلس نمایندگان گزینش عضوهای هیئت اداری نهاد است. شماری از عضوهای مجلس نمایندگان میگویند آنان گزینش میشوند که میان عضوهای مجلس نمایندگان پول بیشتر مصرف کنند و کمپاین بیشتر کنند. یک منبع در مجلس نمایندگان میگوید که روز گذشته هم پولهای انگفتی را عباس ابراهیمزاده نماینده مردم بلخ و فیض‌الله جلیلی نماینده مردم کابل برای رسیدن به کرسی نایب دوم مجلس نمایندگان مصرف کردند، اما هیچ یکشان رای نیاوردند. طبعا یعنی شما ببینین ما 5 روز است که به انتخابات میریم، به یک نتیجه مطلوب دست پیدا نمیکنیم. کلگی خوب و بد میشناسه، بازم برای فردای خود یک آمادگی به خاطر اخاذی پول میکنه. تا اکنون همه افراد گزینش شده هیئت اداری مجلس نمایندگان بازرگانانند. میررحمان رحمانی نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان و از بازرگانان بزرگ کشور رئیس مجلس نمایندگان است.
احمد جاوید جیهون رئیس شرکت‌های جیهون گروپ، مالک بانک خصوصی افغان یونایتد و شرکت سمنت غوری معاون نخست مجلس نمایندگان. نامزدان نایب دوم مجلس نمایندگان هم بیشترشان بازرگانانند، به شمول عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ و فیض‌الله جلیلی نماینده مردم کابل که بر اساس گزارش‌ها در بخش‌های واردات و صادرات کار کرده و نیز 13 رستوران دارد، 9 رستوران در قطر و 4 رستوران دیگر در امارات متحده عرب. ستار حسینی نماینده مردم فراه و عبدالرحمن وردک هم در تلاشند به کرسی نایب دوم مجلس نمایندگان برسند. خبره ټوله دا ده چې څوک ډېر پیسې لري او څوک د بل تاجر نه ډېر پیسې ورکولی شي او ډېر ښه پلورل او اخیستل کولی شي. نو دا مسله یو ډېر جدي مسله ده او دا لا هم فساد لمن وي او هغه د افغانستان کوم حیثیت چې په فساد کې دی هغه نور هم سره خرابوي. دیدبان شفافیت افغانستان گزینش عضوهای هیئت اداری مجلس نمایندگان از سوی نمایندگان مردم در این نهاد را به منفعت شخصی و سیاسیشان پیوند می‌دهد. در اثر تقلب گسترده و فساد در انتخابات پارلمانی گذشته اشخاصی به پارلمان راه افتادند که منافع شخصی غیر مشروعشان بر منافع مردم و منافع ملی ارجحیت پیدا می‌کند و مصداق مهم ازی در انتخابات‌های هیئت اداری پارلمان و رأی اعتماد به نامزد وزرا دیده شده است. برخی شهروندان کشور نگرانند که فساد نه تنها در پارلمان بل در لایه‌های گوناگون دولت ریشه دوانده و زمینه‌ساز گسترش فساد شده است. وقتی هیئت اداری بیاید به فساد آغشته شود، طبعا که وکیل‌هایی که عضو نیستن اینا هم میتونن که برشون زمینه سازی شود و این نه تنها در پارلمان بلکه در تمام اداره‌های افغانستان موج شده. رشوت ادامه داره، حتی وکیلای ما خریده میشه. یک چیزی است که نظام سرمایه‌داری است. هر کسی که پیسه داره قدرت داره. برخی دیگر از عضوهای مجلس نمایندگان هرچند توزیع پول برای کمپاین را میان عضوهای مجلس رد می‌کنند، اما میگویند که گزینش عضوهای هیئت اداری بر اساس شایسته سالاری نه، بل بر بنیاد گرایش‌های قومی است. جریانی که در درون پارلمان و ولسی جرگه و شورای ملی ما شاهدش هستیم متاسفانه رضایت بخش نیست. قطع نظر از اینکه واقعا پول توزیع میشه یا نمیشه، اما انتخاب ها و گزینش ها ارزشی نیست. قسم میخورم که یک افغانی از کسی پیسه نگرفتیم و تبادل پیسه هم ندیدیم. ما هم مثل شما شنیدیم که گویا پیسه را بدل میشه، ولی واقعیت است که من ندیدم یک چنین چیزی را. به من هیچ کسی هم پیشنهاد نکرده. رایگیری امروز هم برای مشخص کردن نایب دوم مجلس برگزار شد، اما هیچ نامزدی برنده نشد. پیش از این نیز معاون نخست ریاست جمهوری ورولا غنی پارلمان را به خرید فروش رای به نامزد وزیران متهم کرده بودند. از سوی هم به تازگی تلویزیون یک بدلات دست یافته است که نشان می‌دهد پرونده قاچاق بسته 15 میلیون دلار و 80 کیلوگرم طلای مربوط به محمد میرزا کتوازی معاون پیشین مجلس نمایندگان پس از بررسی‌های دادستانی تاجیکستان روز میز دادگاه این کشور قرار گرفته است. مرکز پشتیبانی از زنان ژورنالیست در افغانستان میگوید که تهدیدهای پسین و فراگیر شدن بیماری کووید 19 کار خبرنگاری را برای زنان دشوارتر از پیش کرده است. این مرکز میگوید که در جریان یک سال بیش از 100 مورد خشونت با خبرنگاران زن را ثبت کرده است. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان هم میگوید قتل‌های هدفمند پسین باعث شده که برخی کارمندان رسانه‌ای کارهایشان را ترک کردند. افزایش خشونت و قتل‌های هدفمند خبرنگاران زنگ خطر برای خانواده رسانه‌ای. مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان میگوید که بیش از 100 مورد خشونت با خبرنگاران زن را تنها در یک سال پسین ثبت کرده است. این نهاد ترورها و تهدیدهای پسین به ویژه قتل‌های هدفمند کارمندان رسانه‌ای را نگران کننده می‌داند و میگوید این وضعیت کار کردن برای خبرنگاران زن را دشوار ساخته است. بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگار زن تنها ثبت شده، انجام شده و 21 قضیه مشخص در مرکز ثبت شده. وزارت امور زنان هم میگوید این روزها روی برنامه‌های برای مسئول ماندن جان خبرنگاران از تهدیدهای امنیتی با نهادهای امنیتی کار می‌کند.
بحث اولش پالیسی است که ما یا پلانی است که ما یک جا با سکتور امنیتی و دفاعی روش کار میکنیم به خاطر مسئولیت خبرنگارا یا محافظت خبرنگارا از تهدیدات. بحث دومش موضوع واکسین همکارای رسانه‌ای ما، مخصوصا زنا، چون زنا آسیب‌پذیرتر هستند. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که تهدیدهای امنیتی و نیز قتل‌های هدفمند پسین باعث شده که شماری از کارمندان رسانه‌ای به ویژه بانوان کارشان را ترک کنند. تعداد بانوها از 1900 نفر بانوان شاغل در رسانه به حدود 1700 نفر رسیده. این کم از کم در 1.5 سال اخیر بوده و این کاهش متاسفانه در 20 روز و بیشتر از 20 روز اخیر شدت زیادتر یافته. در جریان امسال 8 کارمند رسانه‌ای در رویدادهای ضد امنیت و هدفمندانه به قتل رسیدند، از جمله ملاله میوند، شهناز رؤوفی، سعدیه سادات و مرسل وحیدی در ولایت ننگرهار، مینا منگل در کابل، الیاس دایی در هلمند، رحمت الله نیکزاد در غزنی و بسم الله عادل ایماق در غور. خانواده‌های این قربانیان خواستار شناسایی و محاکمه علنی این قتل‌هااند. دا زموږ غوښتنه ده چې د ملالې قاتلین دي علني محاکمه شي، داسې محاکمه چې د نور لپاره عبرت وګرځي او ترڅو بیا څوک د رسنیو کور ته لاس اوږد نه کړي. یافته‌های تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران هم نشان می‌دهد که حضور زنان در رسانه‌های کشور در 6 ماه پسین 18% کاهش یافته است. در گزارش این نهاد یکی از دلایل اصلی این کاهش تهدیدهای امنیتی گفته شده است. با نزدیک شدن فصل بهار شور و شوق شهروندان برای نهالشانی هم بیشتر می شود. امروز در افغانستان روز ملی نهالشانی نامگذاری شد. در بهار پیشرو ممکن بیش از 27 میلیون نهال در سراسر کشور شانده شود، ثمرده و بی ثمر. اما شمار از شهروندان کشور از بی‌توجهی در نگهداری نهالهای تازه شانده شده از اداره ملی حفاظت از محیط زیست انتقاد می کنند. امسال 20 هود در افغانستان را روز ملی نهالشانی نامگذاری کرده است. اینجا در غرب کابل شماری از مقام‌های حکومتی گرد آمدند و برنامه ملی نهالشانی را افتتاح می‌کنند. قرار است 200,000 نهال در ساحه شانده شود. اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که در جریان چند روز پسین بیش از 2 میلیون نهال در بخش‌های گوناگون کشور شانده شده و در بهار پیشرو بیش از 25 میلیون نهال دیگر هم میشانند. کمیته هماهنگی نهالشانی همین نهال تعقیب میکنه سال به سال تا ما بفهمیم که چقدر نهال زنده میمانه و مشکلات کجا هست و ما بتانیم به سطح پالیسی و به سطح حکومت فیصله خود داشته باشیم. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هم میگوید که در سال توانایی تولید 37 میلیون نهال را دارد که این ظرفیت نسبت به سال پار بلند رفته است. وزارت زراعت آماده برای توزیع بر شهروندان در حدود 2.5 میلیون است نهال دارد. شهرداری کابل هم کارزار نهالشانی را امسال به نام یک زن و یک نهال راه انداخته است. از اینجا می‌خواهیم از شهروندان محترم و عزیز و دوست داشتنی شهر کابل بخواهیم که لطفاً در حفظ و مراقبت نهال‌هایی که قرض میشه، بوته‌هایی که در گلدان‌ها و ساعات مختلف از طرف شاروالی کابل و از طرف محیط زیست و تمام همکارای ماده‌ای زمین قرض میشه، لطفاً تلاش کنید و در حفظ و مراقبت اونها سهم بگیرید. از نگاه دین هم سهم گرفتن در سرسبزی و پاکی محیط زیست با ارزش پنداشته می شود. یکی از صدقات جاریه‌ای که ترازوی اعمال ما را در میدان محشر وزین و گران می سازه این نمی نهالشانی و ایجاد محیط سرسبز است. با اون که سالانه میلیون ها نهال در بخش‌های گوناگون کشور به ویژه کلان شهرها شانده می شود، اما بی‌توجهی در نگهداری این نهال‌ها انتقاد شهروندان را به دنبال دارد. اگر خوب برخورد کردیم ما میتونیم یک محیط زیستی آرام و آسوده داشته باشیم که بتونه برای ما درست تغذیه بکنه، چیزای خوبه. بالای از این پروسه باز هم اداره محیط زیست کار میکنه به خاطر نگهداری و به خاطر از پرورش نهال هایی که شانده شده، چون اینا به نیاز به پرورش دارن و باید پرورش هم شوند. اما شهرداری مسئولیت نگهداری نهال‌ها را بر دوش نهاد و شهروندان کشور تقسیم می‌کند. در هر جایی که نل آب است، چاس آب است، ما نزدیکش باید یک درخت بشاریم. یعنی اما شعار یا پیام کمپاین امسال که هر افغان یک نهال، ما کوشش میکنیم که این نهال هم مواظبت شود
هم آب داشته باشه. سال پیش هم اداره ملی حفاظت از محیط زیست بیش از 17 میلیون نهال ثمرده و بی‌ثمر در بخش‌های گوناگون کشور شانده بود. اما به دلیل بی‌توجهی در نگهداری و آبیاری به موقع بسیاری نهال‌ها از بین رفته است. تا لحظات دیگر گزارش تکان دهنده سازمان جهانی بهداشت: از هر 3 زن در کل جهان یکی مورد خشونت جسمی یا جنسی قرار گرفته است. چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که از هر 3 زن در سراسر جهان یک زن در طول زندگی خود مورد خشونت جسمی یا جنسی قرار گرفته و این رفتار در جریان همهگیری کرونا افزایش یافته است. این سازمان میگوید که در سراسر جهان نزدیک به 31% زنان 15 تا 49 ساله یعنی بیش از 852 میلیون زن خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کردند. این نهاد از دولت‌ها خواسته تا اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از این خشونت‌ها انجام دهد و بر ضد نابرابری‌های اقتصادی که از دلیل‌های اصلی خشونت‌هاست بایستند. کمترین میزان خشونت با زنان در اروپا و بیشترین آن در کشورهای فقیر ثبت شده است. شورای وزیران عربستان سعودی خواستار مقابله جهانی با تهدیدهای ایران بر ضد امنیت و صلح منطقه و جهان شده است. این شورا امروز بر ریاست ملک سلمان پادشاه عربستان نشست برگزار کرده و در مورد راه‌های مقابله با دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی رایزنی شده است. در این نشست همچنین موضوع حمله‌های پسین حوثی‌های یمن به شهرها و تأسیسات عربستان بررسی شده است. گروه حوثی‌های یمن که ریاض و آمریکا مدعیان از سوی ایران پشتیبانی می‌شود، اخیراً تأسیسات نفتی آرامکو را با موشک‌هایی که ادعا شده ساخت ایران است، هدف حمله قرار داده است. امریکا تحریم تازه را بر ضد 2 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشری وضع کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دلیل تحریم‌های تازه را ادامه بدرفتاری حکومت ایران با شهروندانش و بازداشت ناعادلانه افراد گفته است. به گفته وزیر خارجه امریکا، علی همتیان و مسعود صفدری به نقض حقوق بشری و انجام مجازات‌های بیرحمانه و غیر انسانی افراد متهمند. این نخستین تحریم امریکا بر ضد ایران از زمان روی کار آمدن جو بایدن است که تمایل دولت خود برای بازگشت به برجام را نیز ابراز کرده است. تازه‌های ورزش با ظاهر نوری. در دومین بازی از رقابت‌های تست تیم‌های افغانستان و زیمبابوه امروز به مسافه هم رفتند. این بازی که در ورزشگاه شیخ زاید امارات متحده عربی برگزار شده است، نخست در بخش توپزنی بازی را افغانستان آغاز کرده است. تیم افغانستان در بازی نخست در برابر زیمبابوه تن به شکست داده بود. حریف جدید نصرت حقپرست ورزشکار مبارزه‌های آزاد امروز مشخص شد. رافا گارسیا که از کشور مکزیکو است، این بار در برابر نصرت حقپرست وارد قفس نبرد می شود. گارسیا تاکنون 12 مسابقه کرده است که هیچ شکست در کارنامه اش دیدن نمی شود. حقپرست از 15 مسابقه 3 بار شکست خورده. این پیکارها در سازمان جهانی UFC برگزار می شود. هنوز زمان دقیق این مسابقه اعلان نشده، اما گفته می شود که به زودی برگزار خواهد شد. دور برگشت 1/8 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با انجام 2 بازی آغاز شد. در حساس‌ترین بازی تیم‌های پورتو و یوونتوس با هم مساف کردند که این دیدار 3-2 به سود یوونتوس به پایان رسید، اما یوونتوس با لیگ قهرمانان اروپا خداحافظی کرد. پورتو به دلیل صعود کرد که دور رفت را 2-1 پیروز شده بود و 2 گل در خانه یوونتوس زده بود. در دیگر بازی تیم‌های سویا و بروسیا دورتموند در برابر هم به میدان رفتند که این بازی 2-2 به پایان رسید، اما دورتموند بازی رفت را 3-2 برده بود و توانست که صعودش را قطعی نماید. بیننده های عزیز، از توجه همراهیتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.